بله. نماز بامداد رو استاد وقتی که قضا میکنیم دو سه نفر جماعت کرده خونیم، باید با آواز بلند خونیم یا که با آواز پست مثل پیشین و عصر؟ قضا نکنید. قضا نکنید. به قضا عادت نکنید. قضا گناه کبیره هست. بسیار گناه عظیم هست قضا کردن. الا اگر مثلا مانند پیامبر صلی الله علیه وسلم در حیاتشون یک مرتبه بامدادشون قضا شد. اینا در سفر بودن، خیلی خسته، تقریبا با بامداد 1.5 ساعت 2 ساعت 3 ساعت ماندگینده دیگه همه خسته شد و یک جا فرا آمدن. حضرت بلال وظیفه دار کردن که تو خواب نمی کنی. اون وقتا ساعت های آگاه کننده نبود. تو خواب نمی کنی، دیگرها خواب میکند. وقتی که بامداد رسید همه رو بیدار میکنی، بامداد میخونی. بعد بلال هم کمتر خوابش میبیاد، به زینی شطور یا اسب تکیه میکند که خوابش میبرد. خواب او را غلبه میکند، خواب او را از پای میافتاند. بعد همه کسا با گرمی آفتاب بیدار میشه. از گرمی آفتاب، یعنی بامداد قضا شدگی. یک مرتبه در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم همین حادثه روی داد. یعنی اینجا اینا گناهکار نیستند، برای آنکه اینا سبب گرفتند ولی سبب هم کار نداد. در این حالت در حال وقتی که خیستند طهارت کردند و خواندند. اول سنت خواندند، فقط کمتر گفتن که از این جایی که خواب کردیم گریزیم که اینجا جای شیطان ها آمده است. گفته اون طرف رفتند و 2 رکعت سنت اول خواندند، سپس 2 رکعت فرض خواندند. و اگر همین خیلی حادثه شده ماند، بله بامداد به قرائتی بلند میخوانید، قرائتی که اونایی که در قفا هستن شنوان. یعنی که رحمت استاد.